خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین، بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیزی که در صنف هستین، همتان خوب هستین؟ آماده یک درس جدید هستین؟ بله استاد. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه در مضمون فیزیک در صنف نهم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید از فصل جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم. با موضوعات جدید در علم فیزیک آشنا میشیم و روز قبلی زمانی که فهمیدیم چگونه میتونیم خود ما را در مقابل خطرات برق و برق گرفتگی محافظت کنیم، فصل قبلی تمام شد. من امیدوار هستم که شما درس های قبلی را تکرار هم کرده باشین و کارخانگی هایتان را هم آورده باشین. شاگردای عزیز، هم قسمی که براتون گفتم، ما در درس قبلی در مورد ازی فهمیدیم که چگونه میتونیم خود ما را از خطرات برق محافظت کنیم. نکات محافظتی را خواندیم، مثلا به سیم یا لاینی که پوش نداشته باشه، عایق نشده باشه، نباید دست بزنیم. به سیم های هوایی که اکثرا بدون پوش هستن نباید دست بزنیم. اگر در کدام قسمتی میبینید که از پایه های هوایی یا خود پایه هوایی به زمین افتاده یا سیم هایی به زمین افتاده، شما نباید دست بزنید، باید به مسئولین و موظفین برق اطلاع بدین. اگر در خانه تان احساس بوی سوختن رابر حس میکنید، باید که فیوز برقی که در خانه تان وجود داره را خاموش کنید و به بزرگترهایی که در خانواده تان وجود داره اطلاع بدین. همین قسم باید تمام وسایل غیر ضروری برقی را خاموش کنید. زمانی که شما به وسیله نیاز ندارین باید وسایل را خاموش کنید. در حمام یا تشناب ابتدا از وسایل برقی استفاده نکنید، اما اگر استفاده هم میکنید باید نکات محافظتی را در نظر بگیرین. با پای برهنه نباید تماس مستقیم با وسایل برقی داشته باشین، از جمله آبگرمی ها که سبب برق گرفتگیتان نشه. اطفالی که در خانه تان هست نگذارین که چیزی را به ساکت هایی که در خانه وجود داره داخل کنه و از همه مهمتر ای که تمام ساکت ها، سویچ ها و جاین بکس هایی که در یک خانه وجود داره باید عایق شود، یعنی توسط یک پوش پلاستیکی پوش شده باشه و اگر کدام قسمتی از سیم یا لاین یا هر قسمتی که مربوط به یک ساکت، سویچ و یا موارد برقی در یک خانه میشه، وسایل برقی در یک خانه میشه، اگر هر قسمتش خراب شود، تخریب شود و سیم ها یا لاین ها بدون پوش شود، باید به زودترین فرصت ترمیم شود. ما امروز فصل جدید را با هم دیگه شروع میکنیم. قبل از اینکه فصل جدید را شروع کنیم از شما میپرسم، در درس گذشته، در فصل های گذشته که سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی، خوشحال هستم که درس های قبلی را یاد گرفتین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس حالا بیاین که درس جدید خود را شروع کنیم. عنوان درس امروز ما اثر مغناطیسی جریان برق می باشه و این درس ما شامل صفحه 60 الی 62 کتاب فیزیک ما هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم اثر مغناطیسی چیست، چگونه ایجاد میشه و رابطه اثر مغناطیسی یا ساحه مغناطیسی با جریان برق چی می باشه. این موضوع بسیار مهمی است که امروز با هم دیگه یاد میگیریم. هدف دوم ما این هست که با هم دیگه میفهمیم جهت خطوط مغناطیسی در یک ساحه مغناطیسی چگونه تغییر میکنه. پس قلم و کتابچه پیشتان باشن، نکات مهم درس امروز را یادداشت بگیرین. اگر در جایی برتان سوالی یا مشکل ایجاد میشه همون لحظه از ما بپرسین تا در ختم درس امروز به اهدافی که داریم برسیم. شاگردان عزیز، بیاین با هم دیگه بفهمیم اثر مغناطیسی جریان برق چی هست. آیا جریان برق از خود اثر مغناطیسی داره؟ ما در صنف هشتم با مغناطیس آشنا شدیم. یک وسیله‌ای هست که اشیای فلزی را به خود جذب میکنه. مغناطیس دارای دو قطب هست، قطب شمال و قطب جنوب. قطب های همنوع همدیگه خود را دفع میکنن، قطب های مختلف و نوع همدیگه خود را جذب میکنن. در مورد مغناطیس فهمیدیم که مغناطیس در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه. اما امروز با همدیگه میفهمیم که اثر مغناطیسی جریان برق چی هست. هدف ما از خود مغناطیس یا آهنربا نیست، اینکه جریان برق هم در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه و اثر مغناطیسش چگونه میباشه امروز با همدیگه میفهمیم. سالهای بسیار قبل یک دانشمند، یک عالم دنمارکی به نام هانس اورستید
یک فردی بود که در سال 1820 بعضی از تجارب را انجام داد و فهمید که خود جریان برق ممکن است که در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد کنه. کاری که این دانشمند انجام داد ای بود که یک سیم فلزی که حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق بود را در یک ساحه قرار داد. به اطراف این سیم چندین قطب نما را که شما میفهمید جهت زمین را نشان میده، به طرف شمال کجا هست، جنوب کجا هست، شرق کجا هست، غرب کجا هست. همین 4 قطب نما یا چندین قطب نما را در اطراف همین سیمی که حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق بود گذاشت و همین قسم یک سیم یا لاین فلزی را هم در نظر گرفت و در این سیم هیچ جریان برقی وجود نداشت. یعنی سیم اولی به جریان برق وصل بود و برق را از خود عبور میداد و سیم دومی به جریان برقی وصل نبود و هیچ برقی را از خود عبور نمیداد، هیچ جریان در داخل سیم وجود نداشت. خب این دو سیم را گرفت و در اطراف هر دو سیم قطب نماها را گذاشت. 4 عدد 5 عدد قطب نماها را گذاشت و تجارب خود را انجام داد. با انجام تجارب خود فهمید که قطب نماهایی که در اطراف سیم یا لاینی که جریان برق در او وجود نداره همشان عقربه های همه قطب نماها جهت یکسان را نشان میده. یعنی اصلا عقربه هیچ کدام از قطب نماها حرکت نکرده و همشان همون جهتی را که باید نشان بدن نشان میدن. یعنی همون طرف زمین را نشان میدن که مثلا همون عقربه‌ای که در داخل قطب نما وجود داره جهت زمین را نشان میده و در اطراف یک سیم یا لاینی که جریان برق نداره یا به جریان برق وصل نیست، متصل نیست، تمام قطب نماها مسیر یکسان یا جهت یکسان را نشان دادن و هیچ حرکتی نکردن. در تجربه دومی خود این دانشمند دید که همه قطب نماها عقربه هایشان حرکت میکنه، عقربه هایشان تغییر موقعیت میده، تغییر جهت میده و چون که در سیم چی وجود داره؟ در سیم جریان برق وجود داره. سیم یا لاین حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق میباشه و همین قطب نماهایی که در اطراف این سیم وجود داشتن عقربه هایشان شروع به حرکت کرد، تغییر جهت داد و در نتیجه هر کدام از قطب نماها که در اطراف سیمی که حامل جریان برق بود قرار داشت یک جهت مشخصی را به خود اختیار کردند و یک استقامت، همشان یک جهت مشخص را اختیار کردند. یعنی همشان یک طرف را نشان ندادن، عقربه هاش در قسمت های متفاوت جهت های مختلفی را نشان دادن، اما این جهت ها به یک استقامت بود و همین دانشمند فهمید که خود جریان برق یا سیم یا لاینی که حامل جریان برق، انتقال دهنده جریان برق می باشه، در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه. شما در صنف های پایین تر یا بهتر بگیم در صنف 8 هم فهمیدین که ساحه مغناطیسی باعث تغییر جهت، تغییر موقعیت عقربه یک قطب نما میشه. اما در تجربه اورستید این موضوع وجود نداشت، مغناطیسی وجود نداشت تا ساحه مغناطیسی در اطراف خود ایجاد کنه. در تجربه این دانشمند سیم وجود داشت، لاینی وجود داشت که حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق بود، اما همین لاین چی شده بود؟ در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد کرده بود، در حالی که خود همین لاین که به جریان برق وصل نبود در اطراف خود هیچ ساحه مغناطیسی ایجاد کردن نمیتونست و دانشمند دنمارکی به نام هانس اورستید این موضوع را در سال 1820 میلادی کشف کرد و فهمید که سیم یا لاینی که حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق باشه در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه و اثرات مغناطیسی در اطرافش موجود میباشه. زمانی که یک سیم یا لاین در اطراف خود اثرات مغناطیسی داشته باشه، عقربه قطب نما را تغییر جهت بده، همین ساحه را به نام ساحه مغناطیسی یاد میشه که از اثر موجودیت یک لاین یا سیم حامل جریان برق ایجاد شده باشن. شاگردای عزیز، پس ما در این قسمت فهمیدیم که یک
سیم یا لاینی که حامل جریان برق باشه، یعنی جریان برق را انتقال بده، در اطراف خود چی ایجاد میکنه؟ ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه. یک موضوع بسیار مهم هست که این موضوع را شما باید یاد بگیرین. از همه مهمتر این که خطوطی که در اطراف یک سیم یا لاینی که حامل جریان برق هست ایجاد میشه، یعنی همون ساحه مغناطیسی که در اطراف سیم حامل جریان برق ایجاد میشه به شکل دایروی می باشه. یک تجربه‌ای که شما در درس‌های قبلی هم انجام دادین و در صنف 8 هم انجام داده بودین این هست که اگر مقداری براده آهن، یعنی تکه‌های بسیار کوچک و ریز و میده شده آهن را روی یک صفحه کاغذ قرار بدین و در قسمت پایینی همین صفحه کاغذ یک مغناطیس یا آهن رو قرار بدین، شما میبینید که همین براده های آهن یک سمت و جهت و یا استقامت معین را به خود اختیار میکنه و همین نشان دهنده موجودیت ساحه مغناطیسی در اطراف مغناطیس میباشه. لاین یا سیمی که حامل جریان برق باشه هم عین کار را انجام میده و خطوطی که در اطرافش ایجاد میشه به شکل دایروی می باشه، به شکل دایره های متحد المرکز، یعنی دایره هایی که از یک دایره کوچک شروع میشه، بزرگ میشه، بزرگتر میشه و مرکزشان دقیقاً همون خود سیم یا لاین می باشه که در وسطشان قرار داره. پس خطوطی که در ساحه مغناطیسی یک سیم حامل جریان برق یا سیم انتقال دهنده جریان برق ایجاد میشه به شکل دایروی می باشه و دایره های متحد المرکز را تشکیل میده. از همه مهمتر ای که جهت خطوط مغناطیسی، جهت خطوطی که از اثر ساحه مغناطیسی ایجاد میشه به کدام سمت می باشه، چگونه تغییر میکنه. این موضوع دومی هست که ما در درس امروز خود میخوانیم. خود جهت یا سمت خطوط ساحه مغناطیسی در اطراف یک سیم یا لاینی که حامل جریان برق یا انتقال دهنده جریان برق باشه بستگی به جهت جریان در داخل لاین یا سیم داره. این که جریان در داخل لاین یا سیم به کدام سمت می باشه، خطوط ساحه مغناطیسی که در اطرافش ایجاد میشه هم به همون سمت می باشه و اگر شما توسط یک دستگاهی که میتونه جریان برق را سمتش را تغییر بده، جهتش را تغییر بده، جهت و سمت جریان برق در داخل سیم تغییر بدین، بدون شک که میتونین ببینید جهت خطوط اطراف ساحه مغناطیسی یا خطوط ساحه مغناطیسی که از اثر همین سیم یا لاین ایجاد شده هم تغییر میکنه. این موضوع را شما میتونید توسط همین قطب نماها دوباره ببینید. شما میبینید زمانی که قطب نماها در اطراف یک سیم یا لاین حامل جریان قرار میگیره، اقربه هایشان استقامت معین را میگیرن و تغییر جهت میدن. اما یک وسیله وجود داره که میتونه جریان برق در داخل همین سیم جهتش را تغییر بده. اگر سیم یا لاین را با این وسیله وصل بسازین و جهت جریان برق در داخل سیم تغییر کنه، در نتیجه جهت اقربه های قطب نماهایی که در اطرافش میتونه موجود باشه هم تغییر میکنه. پس اگر جهت جریان در داخل یک سیم که حامل جریان برق باشد تغییر کنه، جهت خطوط ساحه مغناطیسی هم تغییر میکنه. یعنی این دو جهت کاملا متناسب به هم دیگه می باشه. به هر سمت و جهتی که جریان برق در داخل سیم موجود باشه، به همون سمت و جهت خطوط ساحه مغناطیسی هم استقامت های معینی را اختیار میکنن. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین، فهمیده باشین که ساحه مغناطیسی چگونه در اطراف یک لاین یا سیمی که انتقال دهنده جریان برق می باشه یا نقل دهنده جریان برق می باشه ایجاد میشه و جهتش چگونه تغییر میکنه. کسی در درس امروز سوالی یا مشکلی نداره؟ استاد یک سوال دارم. فریده جان بگو سوالت را. یک باری دیگر تجربی که عالم دانمارکی انجام داده بود تکرار کنید. بسیار خوب. فریده جان دوستان میگه که یک بار دیگر تجربه‌ای که عالم دنمارکی انجام داده بود، نامش را چرا نمیگی؟ عالم دنمارکی به نام هانس اورستد انجام داده بود را براش تکرار کنم. خوب متوجه باشین، یک بار دیگه این موضوع رو براتون تکرار میکنم. این دانشمند کاری که انجام داد ای بود که دو تا سیم یا لاین را در نظر گرفت، یکیش را به جریان برق یا به یک منبع تولید کننده برق وصل ساخت و یکیش را وصل نساخت. در اطراف هر دو سیم قطب نماها را گذاشت. 4 عدد 5 عدد قطب نما را در 4 طرف همین سیم یا لاین گذاشت. دید او قطب نماهایی که به اطراف
سیمی که جریان در او وجود نداره قرار دارن، عقربه هایشان تغییر موقعیت یا تغییر جهت نمیده، همشان همون سمتی که باید نشان بده نشان میدن. اما قطب‌نماهایی که در اطراف یک سیم یا لاینی که جریان برق را انتقال میده وجود داره، عقربه هایشان تغییر میده، تغییر سمت و جهت میدن و استقامت های معینی را اختیار میکنن و از این موضوع، از این تجربه این نتیجه را گرفت که سیم یا لاینی که حامل جریان برق باشد در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه و جهت همین خطوط ساحه مغناطیسی کاملا متناسب با جهت جریان برق در داخل سیم می باشه. اگر جهت جریان برق در داخل سیم را تغییر میداد، جهت خطوط مغناطیسی هم تغییر میکرد. و از همه مهمتر یک موضوع دیگه هم که در درس امروز خواندیم، خطوط ساحه مغناطیسی که از اثر موجودیت یک سیم حامل جریان برق ایجاد میشه به شکل دایره های متحدالمرکز می باشه. امیدوار هستم که جواب سوالت را گرفته باشین. بسیار خوب. شاگردای عزیز، من در درس امروز باز هم به شما چند سوال را بحث کارخانگی دارم. کارخانگی اول شما این هست که در کتابچه هایتان نوشته می که این اثر مغناطیسی چیست و چگونه ایجاد میشه. هدف من از اثر مغناطیسی همین اثر مغناطیسی است که در اطراف یک سیم حامل جریان برق ایجاد میشه. و سوال دوم شما این است که جهت خطوط ساحه مغناطیسی در اطراف یک سیم حامل جریان برق چگونه تغییر میکنه. جوابی سوال را هم در کتابچه هایتان نوشته میکنید، درس ها را هم تکرار میکنید و کارخانگی هایتان را روز بعدی به صنف میارین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.